شوراهای جمعیتی نزد شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌های گلستان، باباجان غفورов، کنی بادام، اسفره، اشت، استقلال، جبار رسولov، دیوشتیچ، سپتمن، زفرآباد، شهرستان و عینی تا حال با حجره کاری تامین کرده نشده‌اند. از شماره عمومی بیش از 100 نفر اعضایان شورای جمعیتی باشد، تنها 54 نفر با شهادتنامه تامین کرده شده‌اند و خلاص. این نقطه را هماهنگسازی ملی اید به اصلاحات میلیسی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پالکونیک میلیسیا ولیخان همدمزاده هنگام برگزاری میز مدور نمایندگان شعبه کارهای داخلی و رئیسان شوراهای جمعیتی تاکید کرد. و هنگام سخنرانی راهبران شوراهای جمعیتی در بالا ذکر شده را وظیفه‌دار نمود که در این سمت کاربری را جانانگ نموده برای اصلاح این کمبودی کوشش نمایند. اقلا شما باید نزد باید رئیس حکومت نمی اونجا باید اقلا اجرای کاری در میتونه در کوک فرهنگ گیرین در کوک فرهنگ رویه یعنی ما دینا گذاشتیم دیدیم همه قدر جایی با شمال هستن جوها یک کوک کاری گرفته این کمبودی اساسی باشد. برای همین این کمبودی رو اصلاح کردن در کار. طبق طلبات فرمایش وزیر کارهای داخلی تحت رقم 256 از 10 یونیو سال 2017 تامینات با اجرای کاری و شهادتنامه با عهده سردار شبکه‌ده واگذار کرده شده است. این فرمان که اجرا نکردیم ما از بالای شما و محترم وزیر کارهای داخلی برای محاکمه در جلسه نوبتی گزارش پیشنهاد می‌کنیم. میز مدور تحت عنوان همکاری شوراهای جمعیتی با میلیسیا در پیشگیری عملهای نامطلوب با تشبث اساسیاتی ملی زنهای صاحبکاری تاجیکستان برگزار گردید. در آن رئیس شورای جمعیتی اید به مساعدت جامعه شهروندی و اصلاحات میلیسیا در نزد ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت نعیم ملک اسلامی، معاون اول سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، گنرال مایور میلیسیا شفیزاده رستم اسماعیل و نمایندگان شعبه‌های کارهای داخلی و رئیسان شوراهای جمعیتی اشتراک نموده کمبودی و مشکلات ساحه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه زفرآباد یولداش عبدالله‌زاده هنگام صحبت گفت که باید همکاری میلیسیا با جامعه زیچ باشد، زیرا مقامات میلیسیا در تنهایی امکانی آشکار کردن همه گونه جنایت و عملهای نامطلوب را ندارد. یکم پیشگیری جنایت مردم رای راست روان کرده، مردم توغری فهمیدن که همین چیز ما نظر منتخبی داریم. ما وقتی که با این گپایی که بردن نظر منتخبی این گپا همش اهالی به میرسونن، اهالی به توغری رسوندن در کار همین چیه و این وظیفه ما همین از جمعیتی ما اصلا همین برای من چخیلی که گفته هستن که همین چه مردم به حکومت به همین چه رسوندن در کار همین چه تشکیل تو خوی کاری تشکیل کردن در کار حرکت کرده بسیارتر مردم جلب کردن در کار. فعالیت شوراهای جمعیتی در سمت برگزاری واخوری و برآمدها نیز یک موضوع مهمی میز مدور بود، زیرا در این دوره شهر و ناحیه‌های اشت و پنجکند 3 مراتبگی و اسفره و استقلال 4 مراتبگی واخوری‌ها انجام دادند که این حالت بنا به گفته هماهنگسازی ملی اید به اصلاحات میلیسی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ولیخان همدمزاده فعالیتی خیلی سست می باشد. مسئولین تاکید کردند که وظیفه اساسی شوراهای جمعیتی این پیش از همه گذرانیدن کارهای فهماندهی با اهالی و پیشگیری جنایتکاری بین ساکنان می باشد. در این سمت راهبران شوراهای جمعیتی را ضرور است که با اهالی بیشتر ملاقات و واخوری دایر نمایند. در 6 ماه اول ما در یک چند ناحیه خصوصا ناحیه باباجان غفورov استقلال سپتمن در با دستگیری برنامه تشکیلات بین خلقی همکاری اروپا و اینچنین سازمان صاحبکاران ملی تاجیکستان در ولایت سوخت سفرها کردیم، صحبت‌ها داشتیم، اینچنین در برنامه ها اشتراک کردیم. حقیقتا هم یک تکان بزرگ آمد، چون که امروز اصلاحات میلیسیا باید هر یک خاندان دارد، هر یک اهالی دارد و مردم با یک مهر پیوسته برای اصلاحات این ساحه باید حصه خود را گذارند. مسئله دیگری که در میز مدور بررسی کرده شد این حالت‌های از طرف اعضایان شوراهای جمعیتی دستگیر کرده بردن نفران جنایت صادر کرده بود. بنا به اطلاع مسئولین دستگیر و به مقامات میلیسیا تسلیم نمودن یگان جنایتکار در صلاحیت شورای جمعیتی نیست. تاکید کرده شد که این کردارها باوری و اعتمادی مردم را به میلیسیا کم می‌کند. بنابراین اید برطرف نمودن کمبودی مذکور اشتراکچیان سمینار آگاه کرده شدند.
امروز هدف اساسی شورای مذکور این پیش از همه بردن کارهای فهماندهی با مقصد پیشگیری تمام پدیده‌های نامطلوب از قبیل شامل شوی جوانان به هیچ برکت‌هایتون رو از قبیل نگاه داشتن پاشخوری‌های عائله‌ها و دیگر پدیده‌های نامطلوب میباشد که امروز اعضایان شورای جمعیتی با همکاری خود را با شعبه‌های گروه داخلی همزمان با میلیسا با خدمات میلیسا براه مانده با مقصد اصلاحات میلیسا پیوسته هم فعال نموده ایستادند. میزی مدور شورای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی به اصلاحات میلیسیا در نزد ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت بیش از 2 ساعت دوام کرد. در جنبستی آن مسئولین غیر از بررسی معما و مشکلی‌های ساحه اینچنین در فعالیت منبع وظیفه گذاری کرده شدند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.